در باغ‌ها و بوستان، در کوه و در بیابان، در باغ‌ها و بوستان، در کوه و در بیابان، سوی تزل و جان صلوات بر محمد، بگوی تزل و جان صلوات بر محمد. غافل مشو حسن خان، با جمع هم رفیقان، غافل مشو حسن خان، با جمع هم رفیقان، توی تزل و جان صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، صلوات بر محمد صلی الله علیه و سلم. با تشکر زیاد از اسمش هم محمد دارم، محمد صدیق. استاد یحیی عبدالستار با موضوع رسالت محمدی و جهان امروز. بفرمایید استاد. محمد بود رهبری انس و جن، محمد بود افتخاری زمین، محمد بود رهبری انس و جن، محمد بود افتخاری زمین، کریم السجايا جميل الشيم نبي البرايا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم پدران، مادران، برادران و خواهران و استادان عزیز، اولا قدم‌های شما برای قدم‌های رنج فرمودگیتان از خداوند متعال اجر و پاداش طلب داریم و این روزهای مبارک خاصه میلاد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای که شما تبریک و مبارکباد میگوییم. و از بس که سخن خیلی در موضوع رسالت محمدی و جهان امروز و وقتی که برای ما جدا کردن اگر چه کفایه نیست، کوشش میکنیم که فشرده این موضوع را برای شما رسانیم تا از وقتی جدا کرده شده استفاده کنیم. اولا باید که همه مقدمه اولی را بدونیم که خداوند متعال زمین و آسمان و انسان را آفرید و هرگز انسان را به تربیه و به سرپرست نگذاشت، بلکه سرپرست انسان را خداوند به عهده خود گرفت و از زمان اول و از روز اول و سرکرده از آدم علیه السلام به واسطه جبرائیل به او وحی میفرست و به آدم طریقه زندگی کردن در روی زمین را تربیت میداد که چگونه در روی زمین زندگی کند و چگونه باید خدای خود را پرستش کند تا در موضوع شهوات و در موضوعهای مادی غرق نشده و از ظلم و جهالت‌های روی زمین رها یابد. و همین وحی الهی در تمام دور و زمان پیوسته نازل میشد و گاهی میشد که در یک زمان چندین پیامبر در روی زمین وجود داشت، چگونه که ابراهیم علیه السلام و لوط علیه السلام و اسحاق و اسماعیل در یک زمان بودند و موسی و هارون در یک زمان بودند و خداوند متعال اراده خداوند تقاضا کرد، حکمت الهی تقاضا کرد که این تعلیمات آسمانی و این دستورات الهی در رسالت پیامبر آخر الزمان خاتمه یابد و در رسالت پیامبر آخر الزمان خلاصه گردد و این هم با واسطه محمد صلی الله علیه و سلم. پس رسالت محمد، پس رسالت
پیامبر ما رسالتی است که خلاصه و در برگیرنده تمام تعلیمات های آسمانی و در برگیرنده تمام رسالت های پیامبران پیشینه علیهم السلام هستند. زیرا که انسانیت در دوران اخیر به درجه رشد و کمال هم رسید و اینچنین علاقه و پیوند بین همدیگر و بین یک شهر و شهر دیگر چی در زمان قدیم و خاصه در عصر امروز آسان و زیاده گشت. بنابر همین خداوند متعال خواست که همه شخصیت های ایماندار روی زمین از یک پیامبر پیروی کنند و یک پیامبر را برای خود الگو قرار دهند. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم در این موضوع یک حدیث دارند که لا یبلغن هذا الدین ما بلغ الليل والنهار لن يترك بيت مدر ولا وبر الا دخله. این دین اسلام به هر جای میرسد که شب و روز به اونجا میرسد، نه خانه های در شهر و نه خانه های در صحرا میماند که به اونجا نرسیده باشد. و این هم یک نبوت یا پیشخبری از جانب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است که امروزها چی به واسطه های وسایل اخبار باشد، چی به واسطه اینترنتی باشد، تمام خانه های روی زمین چی در عالم اسلام و چی در عالم غرب غیر اسلامی، اسلام در اونجا وارد گشتگی هست. وجود محمد صلی الله علیه وسلم، فرستادن محمد برای انسانیت و برای تمام جهانیان رحمت از جانب خداوند بود. چگونه رحمت بود که زیرا که زمانی که محمد صلی الله علیه وسلم مبعوث شد، انسانیت قسمت کرامت خود را از دست داده به پرستش سنگ و چوب و قسمت دیگری به پرستش انسان ها مشغول بودند. محمد صلی الله علیه وسلم وقتی که مبعوث شدند تمام انسان ها را از این ظلم و جهالت رهانیده و پرستش خدا یکتا وادار کردند. و مقصود اساسی رسالت محمد صلی الله علیه وسلم این هم حفظ و حمایت کردن از اصلها یا اساسهای پنجگانه بود که این هم عبارت از حفظ نفس انسانی و حفظ دین و حفظ عقل انسانی و حفظ ناموس و نسب انسانی و حفظ مال. یعنی این 5 اصلی است که تمام رسالت های آسمانی برای حمایت و حفظ این مبعوث شده بودند و خاصه این 5 اصل هایی است که تمام انسانیت نوابسته از ملت و نژاد او در تمام زمان و مکان به این 5 اصل احتیاج دارد. این 5 اصل که حفظ دین و حفظ نفس انسانی، حفظ عقل انسانی و حفظ نسل و ناموس انسانی و حفظ مال انسانی و تمام احکام شریعتی که از آسمان با رسالت محمد صلی الله علیه وسلم نازل شده است برای حمایت همین 5 چیز هست. حتی هر وعید و هر عذاب سختی که برای گناهکاران وعید شده است، معین شده است، برای شخصانی است که این 5 اصل را پایمال میکنند و اجر و پاداش زیاد هم برای کسانی است که این 5 اصل را حفظ و حمایت و رشد و نمو میدهند. مثلا اگر که ما در احکام شرعی و در این رسالت یک نظری اندیشه‌ای افکنیم، خداوند عبادت یگانه خود را واجب گردانید و حرام گردانید عبادت غیر خود را و اینچنین حرام گردانید که در دین اسلام کسی دخالت کند، چی دخالت به زیاده کردن در دین باشد، چی دخالت به نقصان کردن به این دین باشد. خلاصه دخالت کردن در دین یعنی یا طعنه زدن یا تحریف کردن این دین حرام گردید تا دین الهی و دین آسمانی محفوظ بماند. و اینچنین هر انسان حق ندارد که یک انسان دیگر را مجبور به این یا که به کدام دین وادار کند و خداوند متعال خواست که هر یک انسان با تمام قناعت و با تمام اختیار خود دین آسمانی را قبول کند. خداوند فرمود که وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ای پیغمبر بر امتانت بگو حق را از جانب خداوند بیان کن، هر کسی ایمان آورد و هر کسی کافر شد اختیار دارد
و خداوند برای کافران عذاب سخت معین کرده است. یعنی که اگر دین مجبوری میشد، شخصیتانی که منافق بودند در دین اسلام وارد نشدند. خلاصه این احکام های است که حفظ دین اسلامی را و تمام حفظ سماوی را در روی زمین نگه می‌دارد. دوم، خداوند قتل نفس و آزار رسانیدن به یک جان انسان را حرام گردانید تا که جان انسان محفوظ بماند. سوم، خداوند خمر و تمام مخدرات را حرام گردانید تا عقل انسان محفوظ بماند. و خداوند زنا، غیبت، تهمت و دشنام را حرام گردانید تا که ناموس و نسل انسان محفوظ بماند. و خداوند دزدی و فریبگری در معاملات را حرام گردانید تا که مال انسان ها محفوظ بماند. و این چنین هر حدود و هر عذاب سختی که در دنیا و آخرت معین شده است برای کسانی است که یکی از اساسها و اصلهای این پنجگانه را پایمال میکنند. پیامبر خاتم محمد صلی الله علیه و سلم مانند بعضی فیلسوفان نبودند که فقط نظریه ها و فکرهای مثالی و خیالی آورده باشند، بلکه بعد از 40 سالگی مبعوث شدند 23 سال در بین مردم زندگی کردند و این منهج الهی را اولا در نفس خود و در اهل بیت خود و در صحابگان و تمام مردم روی زمین عملی کردند و با مردم تعلیم دادند که چگونه با منهج آسمانی زندگی کنند. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. کدام عمل صالح کند، چه از مرد و چه از زن باشد و در حالی که ایمان دارد، خداوند میگه ما برای او حیاتی بسیار بسیار خوبه برای او آماده میکنیم و اجر و پاداش زیاد به سبب عملهای میکردن برای اونها مهیا میکنیم. پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم یگانه پیامبر است که تمام کلمات و تمام رفتار و تمام اقرارهایش ثبت و تسجیل شده است. با قرآن کریم تا روز قیامت همچون هدایتگر، همچون راهنما باقی میماند. این یکی از خصوصیت های محمد صلی الله علیه و سلم است. یکی از مورخ‌های انگلیس ویلیام مویر در کتاب خود که حیات محمد کتاب دارد می‌نویسد که از ویژگی‌های محمد واضح بودن کلامش و آسانی دینش و درستی که عمل‌های را انجام داده است که عقل انسان را به دهشت می‌آورد. تاریخ اصلاحگر را ندیده بود که در یک زمان کوتاه نفس‌ها را بیدار کرده باشد، اخلاق را عالی و شأن فضیلت را بالا برده باشد، همچنانی که محمد صلی الله علیه و سلم کرده بود. رسالت محمد رسالت خاتموی و جاودانی است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یک در حدیث می‌فرماید که مثل من و پیامبران پیشینه به مانند مثل یک مردی هست که خانه می‌سازد و جای یک خشت خالی می‌ماند و مردم در گرد این خانه طواف می‌کنند، دور می‌زنند، از زیبایی این تعجب می‌برند و می‌گویند آیا همین خشتش را هم نگذاشت؟ پیامبر می‌گوید که من همان خشتی هستم که بینای دعوت آسمانی را، بینای دعوت اسلامی را پوره می‌کنم و من خاتمی پیامبرانم. این چنین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مبعوث شد تا اخلاق نیکی را که تمام پیامبران در بینای آن نقش داشتند پوره کند. در حدیث می‌فرماید بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. من مبعوث شدم تا تمام اخلاق نیکی را پوره کنم. یعنی تمام اخلاق نیکی که تمام پیامبران بینا کرده بودند در تاریخ انسانیت، اگرچه در طول تاریخ کم و زیاد و گاهی از بین میرفت، پیامبر آن را زنده کردند و پوره کردند. و یکی از ویژگی های این رسالت محمد صلی الله علیه و سلم جاودان بودن این رسالت است. رسالت محمد رسالت جاودانی تا روز قیامت باقی میماند، نه مثل رسالت های پیشینه که موقت در یک زمانی معین بودند. خداوند متعال در قرآن کریم فرمود که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. و ما قرآن را نازل کردیم و ما خود اون را حفظ میکنیم. و سبب اساسی جاودان بودن این رسالت هم همین است که اول خداوند حفظ او را خود به عهده گرفت، چگونه که در رسالات پیشینه دست تغییر و تحریف آسیب رسانده بود که تورات انجیل قسم زیادی از آن تغییر یافت. خداوند متعال دیگر حفظ این را با بشر نه، بلکه خود حفظ کردن یکی از سبب‌های اساسی است که رسالت محمد جاودان ماند. دوم، رسالت محمد رسالتی پرراه است، احتیاج به کامل کردن ندارد، احتیاج به کسی ندارد که بیاید یک جزء نقصان او را پوره کند، زیرا که از جانب خداوند متعال است.
سوم رسالت محمد رسالت فراگیر است. تمام حیات انسان را و تمام زمان و مکان را در بر میگیرد. رسالت نیست که بر یک زمانی معین باشد و در زمان آینده مدت او به انتها برسد. چگونه که رسالات پیشینه به سوی یک زمانی به سوی یک قوم معین فرستاده میشد و این چنین برای یک زمانی موقت بود، اما رسالت محمد رسالت همگانی برای تمام بشریت و برای تمام دور و زمان و برای تمام مجالات حیات است. اسلام عزیز جدا نکرده است انسان را که قسمت را به عهده گرفته باشد و قسمت را فراموش کرده باشد، چنانکه نصرانیت همین طور کرد که تنها جانب روحی را به عهده گرفت و جانب جسم و مادی او را به خود انسانیت انداخت. اگر البته همون هم از تغییرات و تحریفات این پیروان نصرانیت است، نه خودی اساس همون انجیل. جهان امروز نسبت این رسالت باید چی برخورد داشته باشد یا که در کدام حالت نسبت به این رسالت؟ جامعه امروز احتیاج شدید به رسالت محمدی دارد تا انسانیت را از طغیان مادی، خالگی روحی، پرستش انسانها و از پراکندگی اخلاقی، ظلم اجتماعی، ملتگرایی افراطی و از خلل وارد شدن در قانونها و ارزشها رهاند. آیا در جهان امروز همون اصلهایی که رسالت محمدی حفظ کرده بود حفظ می شوند یا دین در درجه از همه آخر و حتی پایمال می شود، حقوق انسان پایمال می شود؟ اروپای ابوالحسن ندوی که از بزرگان اسلام که یک کتاب هم نوشته است که ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، اهل عالم از پایین‌روی مسلمان ها چی زیان دید، می‌فرماید که اروپای نصرانی به یک جاهلیت مادی تبدیل یافته است. از تعلیمات های روحی و فضیلت های اخلاقی و اساس های انسانی که پیامبران گذاشته بودند بیگانه گشته است. چون این گشته است که در حیات شخصی تنها لذت جویی و منفعت پرستی و در حیات سیاسی رو به قوه و غلبه و در حیات اجتماعی رو به وطن پرستی و ملتگرایی افراطی آورده است. طبیعت انسانی و اساسهای اخلاقی را پایمال کرده به متاع دنیا مشغول گشته غایت را نادیده گرفته است. مقصد حیات را فراموش کرده در جهالت دنیای امروز غوطه زده است. یک دقیقه بخش بعد. امام مالک می‌فرماید که آخر این امت اصلاح نمی شود مگر به همان چیزی که اول این امت اصلاح شد. آخر این امت اصلاح نمی شود مگر به همان چیزی که اول این امت اصلاح شد. یعنی کسی فکر نکند که امروز ما به تمام رفتار و گفتار غربی ها اگر چنگ بزنیم بعد پیش میریم یا اصلاح میشیم. نه، ما فرق گذاریم بین وسیله و بین اهداف. فقط و فقط هر چیزی که خوب و پیشروی دنیا هست ما استفاده کرده میتونیم، اما اصلاح امت در همین رسالت محمد است. این ابوالحسن ندوی میفرماید که عالم اسلامی رشد نمیکند مگر به چنگ زدن به همان رسالتی که مؤسسش محمد صلی الله علیه و سلم به آنان سپارده بود. باید ایمانشان را با آن قوی کنند و در راه آن جان فدایی کنند. رسالت محمد رسالت واضح، قوی و نورانی است. تمام عالم رسالت را از آن با عدلتر و بهتر و با برکتتر برای انسانیت ندیده بود. نویسنده مشهور انگلیس برنت چو گفته است عالم امروز احتیاج به مرد مثل محمد دارد تا مشکل‌های پیچیده‌اش را حل نماید. فیلسوف و نویسنده مشهور روس تولستوی می‌فرماید محمد صلی الله علیه و سلم مؤسس و رسول بود. او از بزرگترین مردانی بود که در جامعه انسانی خدمت ارزنده کرده بودند. برای او همین فخر بس است که تمام امت را با نور حق هدایت کرد و برایش آسودگی را فراهم آورد و راه ترقی و شهروندی را برایش گشاد. عالم امریکایی مایکل هارت می‌فرماید محمد صلی الله علیه و سلم یگانه انسان است در تاریخ که پوره در مجال دین و دنیا کامیاب گشته است و از سرداران سیاسی و عسکری بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنیم. باز یک نشید دیگر از برادر عزیزمون محمد صابر میشنویم و با برنامه‌های خود را ان شاء الله باز ادامه خواهیم داد. محمد صابر بفرمایید.
ایرشی دل مدون افگاری محمد شو افگاری محمد شو ای دیده پر جیهون باری محمد شو باری محمد شو از خوابی گران برخیز چون شام شهید تبریز از خوابی گران برخیز چون شام شهید تبریز کن از توی بیتون در خوابی محمد شو در خوابی محمد شو کن از توی بیتون در خوابی محمد شو در خوابی محمد شو شب خیز و طهارت کن روزوی عبادت کن شب خیز و طهارت کن روزوی عبادت کن بازی کردی هر کن در کاری محمد شو در کاری محمد شو اندر طلبی باقی نوشیدم ای ساقی اندر طلبی باقی نوشیدم ای ساقی فرمت مایی گردون سرشاری محمد شو سرشاری محمد شو ایرشی دلی محزون افگاری محمد شو افگاری محمد شو ای دیده پر جیهون باری محمد شو باری محمد شو در کعبه جان باشی دایم نگران باشی در کعبه جان باشی دایم نگران باشی سنگ دی حرم بیرون ساری محمد شو ساری محمد شو او از خونی جانانه بخشد مایی پیمانه او از خونی جانانه بخشد مایی پیمانه از شربتی گون افطاری محمد شو افطاری محمد شو خواهی که در آن محشر از نبینتر خواهی که در آن محشر از نبینتر در زندگی این دو بیماری محمد شو بیماری محمد شو کن پیروی او را گیر از گلوی او برو کن پیروی او را گیر از گلوی او برو در باقی جهان ایدو گلزاری محمد شو گلزاری محمد شو ایرشی دلی مدون افگاری محمد شو افگاری محمد شو ای دیده پر جیهون باری محمد شو باری محمد شو از خوابی گران برخیز چون شام شهید تبریز از خوابی گران برخیز
چون شام شهید عبد کن از توی بچون در خوابی محمد شو در خوابی محمد شو کن از توی بچون در خوابی محمد شو در خوابی محمد شو اطباری محمد شو باری محمد شو در کاری محمد شو بیماری محمد سلام. تشکر میکنیم از شهدای عزیز محمد صابر. واقعا با نوای ایشان ما راحت میکنیم و ببینیم که تمامی وجودش را بخشیده است به نواها و سرودهای اسلامی. خداوند موفقش گرداند. حالا سخن را به استاد محترم عبدالله حافظ‌زاده میدهیم با موضوع پیامبر صلی الله علیه و سلم و تحقیق رهبری سجن محمد بود افتخاری زمین محمد بود رهبری سجن محمد بود افتخاری زمین کریم السجايا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم كريم السجايا جميل رسول الله. با اظهار سپاس از همه استادان و برادران خبران گرامی، به خاطر تنگی وقت زیاد نمیخواهم مقدمه چینی کنم. بحثی که ما امروز با هم داریم اطراف پیامبر صلی الله علیه و سلم و تأسیس جامعه اسلامی است و تنها من میخوام اشاره کنم به اینکه این بحث البته در این 15 دقیقه امکانی به طوری باید شاید گفتن ندارد. فقط اشاره میکنم به سرچشمه‌هایی که بعضی از برادرهای ما شاید مراجعت کنند. بیشتر کتاب‌های استاد دکتر یوسف قرضاوی، ابوالحسن ندوی رحمت الله علیه و دکتر راغب سرجانی و دکتر منصور رحمانی و دکتر محمد علی سلابی و دیگران که بیشتر بالای این بحث‌ها از اونها استفاده کردیم. از بس که دوران جاهلیت برای تحلیل علمی دقیق اکادمی با وقت زیاد و بحث زیاد و نوشته‌های زیاد که احتیاج داشت، من نتوانستم به طور جزئی از همه اونها استفاده برم. فقط یک توصیف بسیار مختصر از استاد ابوالحسن ندوی در کتاب ما خسر العالم بانحطاط المسلمین آوردن میخوام که دقت کنید. محمد ابن عبدالله در حالت پیامبری برانگیخته شد که عالم به ساختمان زیر زلزله شدید مانده شباهت داشت. در آن عالم هیچ چیز در محل خود قرار نداشت. قسمتی از زیر بنای آن شکسته، قسمتی دیگر پیچ تاب خورده، بخشی از مکان مناسب خود جدا شده، جای دیگر را گرفته و پاره دیگر این زیر بنا ویران و کارناشیان شده بود. آن حضرت صلی الله علیه و سلم به این عالم با نگاه پیامبرانه نظر انداخته، دیدند که مقام عالی انسانیت زیر پای گشته. انسان پیش سنگ و چوب و درخت و دریا و در عموم نزد موجوداتی که صاحب ضرر و منفعت نیست سجده میکند. یا به قول علامه اقبال لاهوری، آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد جمع کرد. یعنی از خوی غلامی زی سگان خوارتر است. من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. سپس ابوالحسن ندوی رحمت الله علیه اشاره میکنند به اینکه وضع دوران جاهلیت تمامی متفکران، اصلاح طلبان، فیلسوفان، دانشمندان، استادان و همه را به حیرت آورده بود و هیچ کس یک کلیدی مناسب برای باز کردن این درهای بسته در اختیار خود نداشت. ولی رسول خدا صلی الله علیه و سلم با توفیق الهی و از بس که پیامبر خدا بودند، همون کلید مناسب را برای باز کردن این همه درهای بسته پیدا کردند و با همین کلید یک قفل را باز کردند که دیگر قفل‌ها و بسته‌ها برای تمام بشریت گشاده شد. و یکی از وسیله‌هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از این زیاد استفاده بردند و مهمترین وسیله پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، این هم باشد التربیت الدینیه به معنای وسیع. ابوالحسن ندوی رحمت الله علیه در این بابت هم در کتاب خود گفتند، میخوام که این متن خونم: هذا والرسول صلی الله علیه و سلم یغذی ارواحهم بالقرآن و یربی نفوسهم بالایمان و یخضعهم امام رب العالمین 5 مرات في اليوم عن طهارة بدن و خشوع قلب و خضوع جسم و حضور عقل فيزدادون كل يوم سمو روح ونقاء قلب ونظافة خلق وتعررا
من سلطان المادیات و مقاومة للشهوات و نزوعا لرب الارض و السماوات الى آخره. ترجمه نخونیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روح اصحاب خود را با قرآن غذا میدادند، نفس آنها را با ایمان تربیت میکردند. هر روز 5 مرتبه نزد الله تعالی با بدن پاک، قلب شکسته، تواضع بدن و حضور قلب آنها را دعوت و تعظیم مینمودند. پس روح آنها همه روزه عالی‌تر، کسب قلب اخلاقشان پاکتر میگردید و از اسارت بندگی مادیات آزاد گشته علیه شهوت‌ها مبارزه می‌بردند و به الله تعالی زیادتر میل می‌کردند. رسول خدا همیشه آنها را به صبر نمودن در برابر آزار، گذشت نمودن از گناه دیگران و مغلوب ساختن نفس دعوت می‌کرد. این هم در حالی است که عرب‌ها از پستان جنگ و جدال شیر نوشیده بودند، گویا آنها با شمشیر به دنیا آمده باشند. آنها ملتی هستند که در تاریخشان روزهای جنگ بسوس، داحیس و غبرا ثبت شده و همچنین جنگ با نام حرب الفجار از آنها چندان دور نبود. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه طبیعت جنگجوی آنها را میشکستند، تعصبات قومیشان را سرکوب میکردند و دائم با آنها میگفتند: الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة. دست خود را از مبارزه و جنگ و جدال بردارید و مشغول نماز باشید، یعنی تربیت. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از 13 سال مبارزه و دعوت به توحید و یگانه پرستی و خداشناسی در مکه مکرمه به مدینه منوره هجرت کردند، اولین خشت‌هایی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره برای تأسیس جامعه اسلامی گذاشته بودند، طور دکتر راغب سرجانی گفتند از 3 خشت یا اساس جامعه نوین عبارت بود. یکی بنای مسجد، دیگر گذاشتن عهد برادری بین انصار و مهاجرین و سوم عهدنامه بین مسلمانان و غیر مسلمانان که در سرچشمه‌های امروزه با نام دستور یا سرقانون نامبری شده است. باز تکرار میکنم برای که بعضی سوال‌ها از این بابت هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره برای تأسیس جامعه نوین اسلامی 3 اساس گذاشتگی هستند. یکی بنای مسجد، دیگر گذاشتن عهدنامه برادری بین انصار و مهاجرین، سوم گذاشتن عهدنامه یا سرقانون برای طرز تعامل و حقوق بین مسلمان و غیر مسلمانان. ولی مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم از مفهوم مسجد امروزه ما و شما فرق داشت. امروز متاسفانه مسجد ما فقط برای یک نماز خواندن است و شاید جنازه خواندن. امر معروف هم تقریبا در اکثر مسجدها شاید یا کمتر مسجدها شاید باشد. ولی مسجد در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم همچون رمز وحدت بود. مسجد پایگاه حربی بود. مسجد مکان عقد نکاح بود، زکسخانه بود. مسجد شفاخانه بود. همه مشکلات مسلمانان در داخل مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم ثبت میشد. اگر امروز بعضی‌ها به مسجد همچون یک مکان فرسوده خرابه قدیمه نگاه کنند، این اشتباه ما است که از مسجد نادرست استفاده میکنیم و الا مسجد یکی از مهمترین مکان‌های پرتواضع و خاکسارانه در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که با عالی‌ترین درجه‌ها از اون استفاده میکردند. دوم نکته که یا اساسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشتن، این گذاشتن اساسی عقد برادری بین برادرهای مهاجر و انصار بود که تاریخ شاهد چنین یک گواهنامه یا عهدنامه نشده است که این به تفصیل زیادتر و تحقیق بیشتر نیاز دارد که چقدر اونها بین هم دیگر نثار میکردند، جان نثاری میکردند، به حد ایثار رسیده بودند و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. سیوم اساسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره برای تأسیس جامعه نوین گذاشته بودند، این هم سرقانون اسلامی میان مسلمانان و اقلیت‌های غیر اسلامی. امروز عالم غرب دعوا میکنند که ما اقلیت‌های اسلامی را حقوقشون را به نظر میگیریم، ما دموکراسی داریم که هر در امروزها ثابت میشود که واقعا هم اونها با همین مفهوم دموکراسی بازی میکنند. ولی رسول خدا صلی الله علیه و سلم 14 قرن پیشتر این قانون را گذاشته بودند که طرز تعامل مسلمان‌ها با اقلیت‌های کشورشان در مدینه منوره که در اونجا یهودی‌ها زندگی می‌کردند، 3 قوم یهودی‌ها، 3 قبیله یهودی‌ها بودند. دکتر محمد علی صلابی گفتند که در این عهدنامه در مجموع 47 بند وارد شده بود. 47 بند از 47 پونکت عبارت بود که اگر ما مجموعاً جمع کنیم در همین پونکت‌های عهدنامه یا سرقانون کدام مشخصات‌ها جایگیر شده بود. یکم مشخص نمودن مفهوم امت که آن شامل تمام مهاجران مکه، انصار مدینه و هر کسی به آن پیوند میباشد. امت یعنی کی؟ این مفهوم مشخص کردند. دوم تشخیص سرچشمه تمام قوانین لازمه که در بند 23 عهدنامه تاکید بر آن شده است که منبع اساسی همه گونه قوانین از احکام و احکام این قرآن و سنت میباشد. سرچشمه احکام ما از کجا باید باشد؟ در بند 23 تاکید شده بود که سرچشمه اساسی ما
تکیهگاه اساسی ما قرآن و سنت است. 3. تعیین نمودن قلمرو دولت که در بند 40 به آن اشاره شده است. طرفهای این عهدنامه باید حرمت یثرب یعنی مدینه را رعایت نمایند و هر گونه جنگ در آن ممنوع است. معین کردن قلمرو کشور. و 4. مشخصات تعیین نمودن آزادی ها و حقوق انسان. تعیین نمودن آزادی ها و حقوق انسان که یهودی ها از آزادی کامل در این عهدنامه یا سرقانون برخوردار بودند. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم دو نکته دیگر موند. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوت خود را در مدینه منوره شروع کردند، جامعه را تأسیس دادند، بالاخره یک شخص شاید سوال کند که این همه زحمت پیامبر صلی الله علیه و سلم به چی آورد و رسول؟ پیامبر به جهان چی تقدیم کردند؟ ابوالحسن ندوی در کتاب خود مدخل العالم بسیار تصویر ادیبانه خیلی جالب و جذاب آورده هستند. من متاسفانه عربی اون نآوردم ولی ترجمه کردم، شاید ترجمه های ما عین معنای اون گفته استاد ابوالحسن ندوی را افاده نکنند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با رسالت و دعوت خود برای جهانیان فرد صالح مؤمن را آشنا نمودند که از الله تعالی میترسد، خاکسار و امانتدار است، آخرت را از دنیا مقدم میداند، مادیات را به ارزش میحسابد و با نیروی ایمانی خود آن را مغلوب میگرداند. ایمان و یقین دارد که وی برای آخرت آفریده شده است، اما دنیا باشد برای خدمت وی خلق گشته است. این فرد یعنی همون صحابه هایی که بودند اگر تاجر شود پس تاجر راست قول امانتدار است، اگر فقیر باشد پس مرد زحمتکش با شرف است، اگر از صنف کارگر باشد پس کارگر صاحب تلاش خیرخواه است، اگر توانگر باشد پس توانگر سخاوتمند و خاطر نگهدار درویشان است، اگر قاضی و داور باشد پس قاضی و داور عادل و با فهم است، اگر در منطقه والی باشد پس والی با اخلاص و امانتدار است، اگر پادشاه و پرزیدنت باشد پس پادشاه خاکسار و مهربان است، اگر خدمتگار یا مزدور باشد پس خدمتگار و مزدور نیرومند و امانتدار است، اگر اموال مردم به وی سپاریده شود پس شخص امین و خزینه‌دار و نگهبان دانشمند است. جامعه اسلامی در عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم محض روی همین